در یک دادگاه ویرجینیا محاکمه 2 هفته‌ای یک شهروند بریتانیا انجام یافت. او را برای گروگانگیری شهروندان امریکا در سوریه عیبدار دانستند. الشریف الشیخ به حیث یک عضو گروه تندرو دولت اسلامی در گروگانگیری 26 کس دست داشته است. الشیخ همراه با چند شهروند دیگر بریتانیا به خاطر لهجه بریتانیاییشان به اصطلاح چون گروه بیتلز در حیات گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش نام برآوردند. او و جنگجوی دیگر الکساندر کوتی سال 2018 بازداشت شده، سال 2020 برای محاکمه در دادگاه امریکایی استرداد شدند. کوتی سال 2021 به گناهایش اعتراف کرد. روز 14 اپریل یک هیئت حکمان از شیخ را در صادر کردن 8 مورد جنایت هنگام گروگانگیری و کشتار ژورنالیستان امریکایی و کارمندان سازمان امدادرسان گناهکار اعلام کرد. حکم او ماه اوگوست صادر می شود. ولی نزدیکان قربانیان از خلاصه های اخیر دادگاه استقبال کرده میگویند که حق به حقدار رسید. دیان فولی مادر جیمز فولی که سال 2012 گروگان گرفته شده بود، دادگاه را خیلی مهم خواند. به نظر من ما باید برعکس عمل کنیم. این یک تفاوت کلان است. گروگان‌های بریتانیایی و امریکایی چیزی نگرفتند. با آنها مثل حیوان رفتار شد. آنها را شکنجه کردند، نان ندادند و هیچ عدالتی ندیدند. مهم است که ما طرز رفتار انسان‌های مدنی را نشان دهیم. کارشناسان میگویند که از همین نظر نیز دادگاه اهمیت زیاد دارد. به جوابگری کشیدن آنهایی که در ربایش و کشتار فرزندان آنها دست دارند برای عائله های امریکایی این قربانی ها خیلی مهم است. این پرونده نتیجه کار فعال این عائله ها و هم مبارزه آنها برای عدالت در حق فرزندانشان است. در حالتهای خیلی کم شخصانی که در آدمربایی و کشتار دست دارند در کشور قربانی های خود محاکمه و مجازات می شوند. این دادگاه به نظر من هم برای امریکایی ها و هم برای بیرون ها نشان میده که چگونه حکومت و مقامات امریکایی آنهایی را به جوابگری میکشد که در مرگ امریکایی ها در خارج به خصوص در چنین شرایط دهشتناک گناهکار هستند. روگان گفت که مرافعه دادگاهی الشیخ دستی ساختارهای حفظ حقوق امریکا را برای به جوابگری کشیدن خارجی های دیگری گناهکار در قتل و کشتار امریکایی ها درازتر می کند. مصاحبان می گویند که امریکا باید برای تنتنه عدالت در دیگر پرونده ها نیز همکاری را با شریکانش ادامه دهد.